برگشت سمتم و گفت دوستش داری؟ چی؟ آرمینو دوست داری؟ نه، ما فقط همکاریم، همین. ولی اون دوستت داره. مادرم همیشه میگفت گر خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. دیر فهمیدم معنی این شعر رو، خیلی دیر. اگه دوستش داشتی چرا بهش خیانت کردی؟ اگه حتی من بهش خیانت هم نمی کردم چیزی بینمون عوض نمی شد. من فقط برایش اسباب بازی بودم. از کجا میدونی؟ شاید واقعا عاشقت بود. پسری که واقعا عاشق یه دختری باشه بهش دست نمیزنه. اونم پسری مثل آرمین. سلام به همراهان ارجمند. به کانال استوری با حسنا خوش اومدین. اگر از این داستان لذت میبرید خیلی خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب بتون از من حمایت کنید. بریم سراغ ادامه داستان. 2 قدم رفت و دوباره ایستاد و گفت اگه میخوای بفهمی واسه آرمین اسباب بازی هستی یا یه عشق واقعی، کافیه یه بار امتحانش کنی. یه بار بهش نزدیک شو. شده حتی اندازه یه بوسه. اگه همراهیت کرد و خواست بهت نزدیک بشه، بدون برای فقط یه اسباب بازی هستی. ولی اگه با وجود اینکه خودتو در اختیارش گذاشتی و اون نخواست بهت دست بزنه، بدون تمام قلبشو صاحب شدی. چرا باید همچی کار احمقانه‌ای بکنم؟ خودمو تومه کنم که چی بشه؟ که تکلیفت با خودت مشخص بشه. نگران نباش، آرمین کثافت نیست. هیچ وقت به زور با کسی رابطه برقرار نمیکنه. اگه دیدی کار به جاهای باریک داره میکشه، بگو پشیمون شدی و نمیخوای. اون وقت دیگه بهت دست نمیزنه. من کاری به کار آقای زارپور ندارم، فقط یه کارمند ساده‌ام، همین. اصلا نمیفهمم این حرفا برای چیه. پوزخندی زد و گفت میدونی چرا این طبقه کلا خالیه؟ چون آرمین حوصله هیچ بنی بشری رو نداره. ولی تو اینجا کار میکنی. نه تنها تو این طبقه، بلکه تو اتاق خود آرمین. این یعنی چی؟ دیگه حسابی داشت رو اعصابم راه میرفت. لبخندی زدم و گفتم یعنی اینکه شرکت یه پروژه بزرگ گرفته که باید با دقت و سرعت روش کار بشه و منم یکی از مسئولین اصلی این پروژه‌ام. حال شما کارت یه چیز دیگه است و ذهنت فقط تو اون محور میچرخه. تقصیر من نیست. اصلا به نظرم شما بهتره بری دنبال حل مشکل خودت تا منم بتونم به کارم ادامه بدم. دیگه جوابی نداد و با قیافه‌ای گرفته‌ای رفت. از رفتنش که مطمئن شدم برگشتم سر کارم. ولی حرفاش دائم توی سرم تکرار میشد و نمیذاشت رو کارم تمرکز کنم. وقتی دیدم نمیتونم کار کنم، فضولیم گل کرد و شروع کردم به سرک کشیدن تو لپتاپش. کل فایلاشو زیر و رو کردم تا اینکه یه پوشه‌ای پیدا کردم که توش پر از عکسای قدیمی بود که مال دوران دانشجوییش بود. داشتم یکی یکی نگاهشون میکردم که یهو صداشو از پشت سرم شنیدم. الان داری کار میکنی دیگه. انقدر شرمنده و خجالت زده شدم که اصلا روم نشد چیزی بگم. وقتی دید خیلی خجالت زده شدم دیگه چیزی نگفت و رفت پشت میزش نشست. مثل یه بچه مدرسه‌ای خطاکار که بردنش دفتر مدیر مدرسه، سر به زیر ایستادم و با صدایی که خودمم به زور میشینم گفتم معذرت میخوام. بهم خیره شد و گفت چیزی گفتی؟ نشیدم. گفتم معذرت میخوام، نباید فضولی میکردم. نیازی به عذرخواهی نیست. وقتی بهت پسورد میدم یعنی اون لپتاپ کاملا در اختیار تو و میتونی هر قدر دلت میخواد کنجکاوی کنی و توش سرک بکشی. این لطف شما رو نشون میده، ولی من نباید از اعتماد شما سوء استفاده میکردم. 4 تا عکس قدیمی که دیگه این حرفا رو نداره. سیاستمدار مملکت نیستم که تو لپتاپم اطلاعات امنیتی داشته باشم. تلفن رو برداشت و 2 تا قهوه سفارش داد. بعد که دید من همینجور سر پای ایستادم گفت چرا نمیشینی؟ همین که نشستم گفت نمیخوای بپرسی این مأموریتی که بهم دادی و چیکار کردم؟ نیازی به پرسیدن نیست، مطمئنم که حلش کردی. لبخند رضایت بخشی رو صورتش نشوند و گفت یکتا رفت؟ آره، بهش گفتی میرم سراغ فیلمه؟ نه، من چیزی بهش نگفتم. پس بذار زنگ بزنیم خیالش راحت شه. شماره‌شو از گوشیش پیدا کرد و در حالی که داشت با تلفن دفتر شماره‌شو میگرفت گفت میشه تو باهاش حرف بزنی؟ چرا من؟ خودت بهش بگو دیگه. من زنگ بزنم توهم میزنه. من این کارو به خاطر تو کردم، نه اون. گوشیو گرفت سمتم. منم دیگه مخالفتی نکردم و رفتم گوشیو ازش گرفتم. همین که 2 تا بوق خورد یکتا با اشتیاق جواب داد. الو آرمین، سلام یکتا خانم. تویی؟ فکر کردم آرمینه. زنگ زدم بهت بگم خیالت راحت باشه. اون فیلم پاک شده. دیگه کسی نمیتونه تهدیدت کنه. واقعا؟ چجوری؟ آقای زارپور حلش کردن. الان اونجاست، میشه باهاش حرف بزنم؟ اگه میخواست حرف بزنه که نمیگفت من زنگ بزنم. حق داره. پس میشه لطفاً از طرف من بهش بگی تا عمر دارم مدیونشم. با اینکه من بهش خیانت کردم ولی اون مردونگی رو در حقم تموم کرد. بهش بگو اگه تونست منو ببخشه. آرمین جوری که یکتا بشنوه گفت بهش بگو یه بار دیگه دور و بر من پیداش بشه، این دفعه خودم آمار کثافتکاریاشو به باباش میدم. آقای زارپور میگم خودم شنیدم چی گفت. بهش بگو دیگه مزاحمش نمیشم. خداحافظ. گوشی گذاشتم سر جاش. آبدارچی قهوه هامونو آورد.
قهوه‌مو برداشتم و نشستم سر جام تا به کارم ادامه بدم. آبدارچی گفت مهندس اگه اجازه بدین یه دستی به گوشه کنار اینجا بکشم، خیلی گرد و خاکی شده. آرمین گفت الان نه. 100 دفعه گفتم تمیزکاری اینجا رو وقتی انجام بده که من نیستم. بیچاره با مظلومیت گفت چشم آقا. بعد هم راهشو کشید و رفت. چرا نذاشتی کارشو بکنه؟ من حوصله شلوغی رو ندارم، مخصوصا وقتی کار میکنم. دور و برم باید کاملا ساکت و آروم باشه تا بتونم رو کارم تمرکز کنم. یکم از قهوه خوردم و گفتم پس منم قهوه‌مو بخورم برم پایین. فکر کنم تو اتاق نرگس یه میز خالی هست. بری پایین که چی بشه؟ خودت گفتی دوست نداری دور و برت شلوغ باشه، پس منم برم دیگه. لازم نکرده. انگار واقعا حق با یکتا بود. کاش بیشتر باهاش حرف میزدم. اینجوری میتونستم اطلاعات بیشتری از آرمین گیر بیارم. از اینکه تا این حد فکرم درگیرش شده بود خیلی ناراحت بودم. من به شدت از اینکه بهش دل ببندم میترسیدم، مخصوصا با بیبند و باری‌هایی که ازش دیده بودم. غرق افکارم بودم که یهو گفت تو اینجا ناراحتی؟ اذیت میشی؟ نگاه معناداری بهش انداختم و گفتم نه، فقط نمیخوام مزاحم شما باشم. تو هیچ وقت مزاحم من نیستی. باشه، هر جور صلاح میدونید. میگم نظرت چیه به مناسبت شروع پروژه جدید بریم بیرون نهار بخوریم؟ شرمنده، ولی من قرار با دوست پسرمو کنسل کردم که برم مادر بزرگمو ببینم. با شنیدن لفظ دوست پسر بازم دیوونه شد و رفت تو بالکن و شروع کرد به کشیدن سیگار. تازه رو کارم تمرکز کرده بودم که یهو گوشیم زنگ خورد. از مدرسه الهه بود. با نگرانی جواب دادم. الو، سلام الهام جان، خوبی؟ سلام خانم علیپور. ممنونم، چیزی شده؟ ببین دخترم، هول نکنی ها. الهه یکم حالش بد شد، بردنش بیمارستان. ترسیدم به مادرت زنگ بزنم مثل اون دفعه هول کنه. کدوم بیمارستان؟ همین بیمارستان نزدیک مدرسه. نگران نباشی ها، خوب بود، چیزیش نشده. خانم مدیر محض احتیاط بردش. خیلی ممنون که خبر دادین. الان خودمو میرسونم. آرمین که با شنیدن صدام خودش رو رسونده بود کنارم، با نگرانی گفت چی شده؟ الهه حالش بد شده، بردنش بیمارستان. باید برم. بعد جوری بغض کرده بودم، کلی اشک پشت چشام جمع شده بود. خیلی میترسیدم بلایی سرش اومده باشه. آرمین درست جلوم ایستاد و گفت الهام آروم باش، به دلت بد راه نده. من مطمئنم که الهه حالش خوبه. به جای اینکه با حرفاش آروم بشم، بدتر بغضم ترکید و شروع کردم به گریه. اشکام یه لحظه آروم نمیگرفتن و بیوقفه رو صورتم میباریدن. اصلا نفهمیدم چی شد. یهو آرمین منو کشید بغلش و شروع کرد به نوازش. گفت آروم باش عزیزم، چیزیش نمیشه. بعد جوری تو بغلش احساس آرامش میکردم. انگار فاصله بین اون دوتا شونه برام امن‌ترین جای دنیا بود. دستامو که تا اون لحظه رو هوا معلق و بلا تکلیف مونده بود دراز کردم و منم بغلش کردم. وقتی حضور دستامو پشت کمرش حس کرد، حلقه آغوششو برام تنگ‌تر کرد و بهم فرصت داد تا آروم بشم. وقتی سرمو به قفسه سینه‌اش تکیه داده بودم، یهو به خودم اومدم و گفتم تو چه غلطی میکنی الهام؟ با عجله خودمو ازش جدا کردم و گفتم من باید برم. کیفمو برداشتم تا برم. آرمین دنبالم اومد و همراهم سوار آسانسور شد و گفت کدوم بیمارستان؟ نگران نباش، زود میرسونمت. توی مسیر از استرس زیاد داشتم گوشه ناخن‌هامو میکندم. این واکنش همیشگیم به استرس بود. آرمین به محض اینکه متوجه شد، دست راستشو دراز کرد سمتم و دستمو محکم گرفت توی دستش، بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه. با اینکه حضورش و رفتارش حسابی آرومم میکرد، ولی من نباید به این آرامش دل میبستم. خیلی سخت بود وقتی دلم میخواست تا ته مسیر دستم تو دستش باشه، ولی منطقم بهم این اجازه رو نمیداد. چند لحظه که گذشت به آرومی دستمو از دستش بیرون کشیدم. بدون اینکه نگام کنه دستشو عقب کشید. وقتی رسیدیم جلوی بیمارستان، من با عجله پیاده شدم و رفتم تو. با پرسجو فهمیدم تو اورژانسن. وقتی رسیدم بالای سرش دیدم بهش سرم وصله، رنگ و روش حسابی پریده بود. معلوم بود خیلی ترسیده. دستشو گرفتم تو دستم و بوسه بارونش کردم و گفتم چطوری قربونت برم؟ خوبم. کجا تشنج کردی؟ تو کلاس؟ چی شد یهو؟ گرسنه بودی یا کسی عصبانیت کرده بود؟ نه، یهویی شد. همینطوری الکی که نمیشه تشنج کنی. دیشب هم که خوب خوابیده بودی. صبر کن ببینم. نکنه قرصات تموم شده؟ آره؟ الهه سکوت کرد. عصبانی شدم و گفتم چند روز قرصات تموم شده الهه؟ یه هفته ای میشه. چرا بهمون نگفتی الهه؟ بابا دستش خالیه، اگه داشت خودش میگرفت دیگه. یهو الهه گفت این اینجا چه کار میکنه؟ سرمو که برگردوندم دیدم آرمین داره میاد پیشمون. تو شرکت بودیم. خانم علیپور زنگ زد و گفت آوردنت بیمارستان. آرمین رسید کنارمون و با مهربانی حال الهه رو پرسید. بعد هم خطاب به من گفت دیدی گفتم نگران نباش، الهه شیر دختریه واسه خودش. دست نوازشی رو سرش کشیدم و گفتم خیلی منو ترسوندی. راستی پس مدیرتون کجاست؟ رفته داروخانه داروهامو بگیره. یهو فکرم رفت پی کیف پولم. پول زیادی همراهم نداشتم. پس من برم داروخانه بیام. تو پیشش هستی دیگه.
آرمین گفت آره برو خیالت راحت. داشتم از اورژانس خارج می شدم که آرمین خودشو به هم رسوند و گفت صبر کن الهام. بله. دست کرد تو جیبش و کیف پولشو در آورد. نشمرده هر چی پول داشت گرفت سمتم و گفت بگیرش. اون لحظه حس خیلی بدی داشتم. ته دلم راضی به گرفتن پول نبودم. یعنی غرورم به هم اجازه نمیداد. ولی مجبور بودم قبولش کنم. چون مطمئن بودم با خورده پولی که ته کیفمه نمیتونم نسخه الهه رو بگیرم. آرمین که تردیدم و دید با مهربونی گفت بگیرش، قول میدم سر ماه از حقوقت کم کنم. بی اختیار لبخندی رو صورتم نشست. آرمین همیشه بلد بود چی بگه که آدمو قانع کنه. پولا رو گرفتم و گفتم ممنونم. وقتی رسیدم داروخانه دیدم مدیر الهه جلوی پیشخوان ایستاده و میخواد پول داروها رو حساب کنه. زود خودم رو بهش رسوندم و ازش تشکر کردم و خودم حساب کردم. گفت خدا رو شکر به خیر گذشته و بعد از اینکه سرمش تموم بشه میتونید ببرینش خونه. ازش تشکر کردم و گفتم شما دیگه برگردین مدرسه، من خودم هستم. اومد از الهه خداحافظی کرد و رفت. هرچی به آرمین گفتم بره قبول نکرد. بالا سر الهه منتظر موندیم تا سرمش تموم بشه. آرمین حسابی با الهه گرم گرفته بود و با شوخیاشونو میخندود. وقتی سرم الهه تموم شد و خواستیم برگردیم خونه، قبل از اینکه سوار ماشین بشیم، آرمین گفت خواهران خاکپور عزیز، افتخار میدین ناهار امروز رو با هم بخوریم؟ الهه با التماس نگاهی بهم انداخت، ولی من مخالفت کردم و گفتم خیلی ممنون از دعوتتون، ولی ما دیگه باید برگردیم خونه. آرمین نگاه خاصی بهم انداخت و گفت تو چرا همیشه ساز مخالف میزنی؟ بعد که دید الهه ناراحت شده زد به شوخی و گفت اصلا مگه من رئیست نیستم؟ میگم باید بریم رستوران، بگو چشم. قاطعانه و خشمگین بهش خیره شدم. آرمین وانمود کرد ازم ترسیده و گفت گوه خوردم. با ادا اطوارای آرمین الهه زد زیر خنده و سوار ماشین شد. همین که الهه سوار شد آرمین خودشو به هم نزدیک کرد و گفت خواهش میکنم قبول کن، به خاطر الهه. امروز که تو کلاس تشنج کرده چند تا از همکلاسیاش مسخرش کردن، از نظر روحی داغونه. تو از کجا میدونی؟ وقتی تو رفتی داروخانه دیدم ناراحته، پاپیچش شدم. خودش گفت تو رو خدا لج نکن، بذار یکم خوشحالش کنی. لبخندی زد و در ماشین رو برام باز کرد و گفت بفرمایید. بعد از اینکه خودش هم سوار شد برگشت سمت الهه و یواشکی گفت نگران نباش، بله رو ازش گرفتم. حالا بگو کجا بریم؟ نمیدونم، من جایی رو نمیشناسم. پس بگو سنتی طور باشه، مدرن یا فست فود. پس بزن بریم. وقتی رسیدیم جلوی فست فود و وارد شدیم دنیا روی سرم خراب شد، چون مهدی هم اونجا بود. تو شهر به این بزرگی بین این همه فست فود چرا باید باهاش روبرو میشدم؟ اونم وقتی که آرمین کنارم بود. نگران واکنش مهدی نبودم، اصلا برام مهم نبود که چی راجع به من فکر میکرد. ولی من به آرمین گفته بودم اون دوست پسرمه و حالا نمیدونستم چطوری باید اوضاع رو کنترل کنم. آرمین همین که متوجه نگرانیم شد پرسید چیزی شده؟ قبل از اینکه بتونم چیزی بگم رد نگاهمو گرفت و رسید به مهدی. میخوای تا ما رو ندیده بریم یه جای دیگه؟ گیج و دست پاچه بودم، اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم. اگه با مهدی روبرو میشدیم آرمین میفهمید که بهش دروغ گفتم. اگرم از مهدی قایم میشدم آرمین یه جوری دیگه بهم شک میکرد. اونقدر لفتش دادی که ما رو دید. الان شاکی میشه چرا قرارشو کنسل کردی و با من اومدی نهار. شما بریم بشینین، منم الان میام. راه افتادم سمت میز مهدی. خدا رو شکر تنها بود. وقتی رسیدم کنار میزش گفتم میتونم بشینم؟ چرا پیش دوست پسرت نمیشینی؟ مهدی خواهش میکنم، باید باهات حرف بزنم. تو دردسر افتادم، فقط تو میتونی کمکم کنی. یه جوری با التماس نگاش کردم که دلش به رحم اومد و گفت چی میخوای؟ میشه اول بشینی بعد حرف بزنی؟ بشین. نشستم روبروش و گفتم میدونم از دستم ناراحتی، ولی اینم میدونم که وقتی تو دردسر بیفتم فقط رو تو میتونم حساب باز کنم. خب اون پسره رو میشناسی دیگه؟ آره دوست پسرته. مهدی اون دوست پسرم نیست. آخه مگه من همچین دختریم؟ خودش گفت با هم تو رابطه این. کی؟ همون روزی که واسه آخرین بار همو دیدیم و دعوامون شد. پس برای همین از دستم عصبانی بودی؟ باید خوشحال میبودم؟ باید باورم میکردی، به حرفام گوش میکردی، ولی نکردی. تو با حرف یک غریبه تمام باور و اعتماداتت به منو تو عرض چند دقیقه به باد دادی. یعنی اصلا شما با هم نیستین؟ معلومه که نیستین. گیرم من اونقدر عوض بشم که بخوام دوست پسر داشته باشم، ولی آخه مگه اون تایپ منه؟ پوزخندی زد و گفت حتی حرف زدنت هم عوض شده. ببین مهدی، حقیقت اینه که استادم برای کارآموزی منو فرستاد شرکت این پسره، ولی من قبل از اینکه وارد شرکت بشم تو خیابون باهاش درگیر شدم. اونم برای همین لج کرد و منو قبول نکرد. همون روز ما اسباب کشی داشتیم. شبش هم که خودت منو رسوندی. دیدی وقتی منو دید چه دعوایی راه انداخت. بابام هم الان سرایدار خونه اوناست. مامانم هم آشپزشون شده. حالا این وسط بابای من لابلای حرفاش به بابای اون گفته بود من باید کارآموزیمو بگذرونم. بابای اونم گفته بود شرکت پسرم هست بره اونجا.
خلاصه با دخالت بزرگترا من مجبور شدم برم شرکتش کار کنم، ولی پسره از این عوضی‌های دختربازه. منم برای اینکه فکر و خیال خام نکنه و مزاحمم نشه بهش گفتم تو دوست پسرمی. الان از من چی میخوای؟ میخوام مثل همیشه مراقبم باشی و کمکم کنی. چی کار باید بکنم؟ من امروز تو شرکت بهش گفته بودم عصر با تو قرار دارم، ولی بعدا مجبور شدم مثلا کنسلش کنم. بعد از مدرسه الهه زنگ زدن گفتن حالش بد شده، بردنش بیمارستان. اونم منو رسوند. الانم از بیمارستان اومدیم. الهه گرسنش بود، اومدیم یه چیزی بخوریم. ولی همین که تو رو دید گفت الان دوست پسرت شاکی میشه قراره اونو کنسل کردی و با من اومدی نهار. میخوام جلوی اون وانمود کنی که دوست پسرمی. همین. جلوی الهه مشکلی نیست، اونقدر بزرگ شده که بشه بهش اعتماد کرد. الهه اومد سر میزمون و گفت سلام داداش مهدی. سلام الهه جان، خوبی الان؟ الهام گفت حالت بد شده بود. الهه لبخندی زد و گفت خوبم ممنون. گارسون سفارش مهدی آورد. مهدی میز ما رو نشون داد و گفت لطفاً بذارین رو اون میز. بعد هم بلند شد و گفت خب بریم دخترا. زود خطاب به الهه گفتم الهه خوب گوش کن ببین چی میگم. مهدی علاوه بر این که پسر خالمونه دوست پسر منم هست، فهمیدی؟ الهه با نگاه پرسوالی بهم خیره شد. دستشو گرفتم و گفتم تو رو خدا سوتی نده، بعد بهت توضیح میدم. ستایی رفتیم سر میزی که آرمین نشسته بود. آرمین که با دیدن غذای مهدی متوجه شده بود میخواد سر میز ما بشینه، حسابی اخماش رفته بود تو هم، ولی ادب و رعایت کرد و چیزی نگفت. بعد از یه سلام و علیک خشک و خالی ما هم پیتزا سفارش دادیم. برخلاف آرمین که ساکت و آروم نشسته بود، مهدی حسابی زبون میریخت و یه تنه مجلس گردونی میکرد. البته مهدی همیشه شخصیت آرومی داشت. اگه این بار هم انقدر جوگیر بود فقط برای این بود که آرمین رو هرس بده. تا اینکه بالاخره گوشیش زنگ خورد. انگار جایی قرار داشت و با دیدن ما کلا قرارش رو فراموش کرده بود. بعد از اینکه تماسش تموم شد دستمو گرفت تو دستش و گفت عشق من دیگه باید برم، کار نداری؟ نه ممنونم، به سلامت. مهدی بلند شد که بره، ولی لحظه آخری هم مکس کرد و خم شد، گونه‌مو بوسید و گفت مراقب خودت باش. تمام تنم داغ کرده بود. از ترس حتی نمیتونستم سرمو بلند کنم و واکنش آرمین رو ببینم. مهدی در حالی که داشت از میزمون دور میشد گفت من حساب میکنم. الهه نگاه تأسف‌باری بهم انداخت، به آرمین اشاره کرد. با ترس سرمو بلند کردم و نگاش کردم. سرشو دوخته بود روی میز. هر لحظه امکان داشت از عصبانیت منفجر بشه. الهه بلند شد و گفت من میرم سرویس. با رفتن الهه انتظار داشتم آتشفشان خشمش فوران کنه، ولی به طرز عجیبی خودشو کنترل کرد و اصلا هیچی نگفت، تا اینکه بالاخره الهه برگشت و گفت خیلی ممنونم آقا آرمین، امروز خیلی خوش گذشت. آرمین لبخندی بهش زد و گفت خواهش میکنم الهه خانم. بعد یهو قیافه متفکرانه‌ای به خودش گرفت و گفت یه چیزی بگم. من خیلی سختمه الهه خانم صدات کنم. میشه من مثل آیدا صدات کنم تو هم داداش صدام کنی؟ اینجوری راحت‌تر نیست؟ الهه نگاهی بهم انداخت و گفت باشه چشم داداش آرمین. آرمین لپشو کشید و گفت آهان حالا خیلی بهتر شد، برو جای. بعد هم نگاهی به من انداخت و گفت بریم. آره. توی مسیر خونه هم هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد. به نظر می رسید آرمین هم آرومه. انگار دیگه با دوست پسر داشتن من کاملا کنار اومده بود. وقتی رسیدیم جلوی خونه یهو آرمین دیوونه شد. ماشین رو به بدترین شکل ممکن نگه داشت و از ماشین رفت پایین. الهه با نگرانی گفت چی شده؟ نمیدونم. تو توی ماشین بمون. منم پیاده شدم تا ببینم جریان چیه. آرمین وسط کوچه با یه زن درگیر شده بود. من این حالش رو خیلی خوب میشناختم. رسما دیوونه شده بود. زنه فقط بهش التماس میکرد و آرمین با فحش و بد و بیرا گفتن سعی میکرد ردش کنه بره. نمیدونستم چه کار باید بکنم. میدونستم آرمین خوشش نمیاد دخالت کنم، ولی اونقدر عصبانی بود که میترسیدم بلای سر خودش یا اون زنه بیاره. با تردید چند قدم رفتم جلو. آرمین همین که متوجه من شد زنه رو هلش داد و با صدای بلند داد زد گورتو گم کن. من هنوز گیج و منگ بودم که آرمین برگشت سمت ماشین، در خونه رو باز کرد و گفت شما برین خونه. تو این فاصله الهه هم پیاده شد و با نگرانی داشت به آرمین نگاه میکرد. آرمین داشت سوار ماشین میشد. فهمیدم اصلا نمیخواد بیاد خونه. زود به الهه گفتم تو برو تو. خودم هم با عجله سوار ماشین شدم. آرمین وقتی دید منم سوار شدم بیشتر عصبانی شد و داد زد مگه بهت نگفتم برو خونه؟ تو کجا میری؟ به تو چه؟ یالا برو پایین. نمیرم. تو چشام خیره شد و گفت به جهنم. بعد بی معطلی راه افتاد. اینقدر تون میرفت که اصلا جرئت نداشتم روبرو رو نگاه کنم. میدونستم الان آرمین حتی ظرفیت شنیدن یک کلمه رم نداره. برای همین با اینکه خیلی ترسیده بودم هیچی نگفتم و منتظر موندم تا آروم بشه. ولی انگار دردش عمیق‌تر از این حرفا بود.
یکی دو بار کم مونده بود تصادف کنیم. دیگه چشامو بستم و زیر لب شروع کردم به خوندن آیت الکرسی. طول نکشید که سرعتشو کم کرد. نمیدونم خودش آروم شده بود یا دلش به حال من سوخته بود. چشامو که باز کردم و بهش نگاه کردم، دیدم اون خشم بدجوری رو صورتش جا خورده، ولی حداقل جای شوک داشت که سرعتشو کم کرده بود و مثل آدم رانندگی میکرد. بعد از نیم ساعت رانندگی بالاخره پیچید توی کوچه و مستقیم وارد پارکینگ یک آپارتمان شد. وقتی ماشین رو پارک کرد گفت یه ماشین بگیر برگرد خونه، من امشب همینجا میمونم. اینجا کجاست؟ آپارتمانمه. چرا نمیای خونه؟ میشه یه امروز رو به من گیر ندی؟ نمیدونستم باید چه کار کنم. عقلم حکم کرد اول باید مراقب خودم باشم تا اون، ولی دل بی‌صاحبم هم رضا نمیداد با اون حال تنهاش بذارم. وقتی دید مردد موندم و نمیدونم چه کار کنم گفت الهام خواهش میکنم برو. باشه میرم، ولی یه ساعت دیگه. خیلی لجبازی. آره متاسفانه. سرشو به نشونه تأسف تکون داد و از ماشین پیاده شد. منم پیاده شدم و دنبالش راه افتادم. سوار آسانسور شدیم. هنوز کلافه و عصبی بود. برای همین منم سعی می‌کردم بیشتر سکوت کنم و پاپیچش نشم. وقتی داشت در واحدشو باز می‌کرد، یکی از همسایه‌هاش درو باز کرد. با دیدن ما حسابی جا خورد و زیر لب یه چیزی گفت و رفت سوار آسانسور شد. درو باز کرد و خودشو کشید کنار تا اول من برم تو. حس خیلی عجیبی داشتم. هم می‌ترسیدم، هم دلم می‌خواست کمکش کنم. اصلا نمیدونستم اومدن باهاش ایده خوبی بود یا نه، ولی دیگه برای فکر کردن خیلی دیر شده بود. اگه پشیمون شدی میتونی بری. یه قدم به جلو برداشتم و گفتم نه، فقط داشتم به این فکر میکردم که دفعه اول اومدم اینجا. زشت دست خالی اومدم. بی اختیار شروع کرد به خندیدن. چند لحظه بی‌وقفه خندید. بعد یهو ساکت شد و خیره شد تو چشمام. لبخند رو لبش خوش شد و دوباره اون خشم لعنتی جون گرفت. رفتم داخل. بعد از من وارد شد و در بست. برخلاف تصورم خونش کاملا مرتب و تر و تمیز بود. ساکت و آروم رفتم جلو و رو نزدیکترین مبل نشستم. آرمین که رفته بود تو اتاق خواب با یه شیشه مشروب برگشت و ولو شد رو کاناپه. با دیدن مشروب حسابی ترسیدم، ولی سعی کردم ترسم و پنهان کنم. هرچند به نظرم اونقدر هم موفق نبودم، چون آرمین اصلا بهش لب نزد و فقط به کشیدن سیگار بسنده کرد. خیلی دلم میخواست ازش بپرسم اون زن کی بود و چی ازش میخواست، ولی حقیقتا اصلا جرأتشو نداشتم حرف اونو پیش بکشم. چیزی میخوای برات درست کنم؟ نگاه پوکر فیسی بهم انداخت و گفت به خدا هنوز پیزایی که خوردیم به معده‌ام نرسیده ها. نه، منظورم برای شامت بود. نه، گمون نکنم اشتها داشته باشم. دیگه چیزی نگفتم و تکیه دادم به مبل. بلند شد نشست و سیگارشو خاموش کرد. خیره شد تو چشام و گفت خب بپرس. چی بپرسم؟ همه اون سوالایی که تو سرته. این که اون زن کی بود، چی میخواست، چرا دیدمش دیوونه شدم. سوالی ندارم. دروغ میگی. آره حق با توئه. بهتره بگم سوال دارم ولی نمیخوام بپرسم. چرا؟ چون میدونم دوست نداری در موردش حرف بزنی. پس برای چی دنبالم را افتادی؟ برای اینکه قبلا دیوونگی‌هاتو دیدم. نباید تو همچین شرایطی تنها باشی، وگرنه به خودت آسیب میزنی. نمیترسی الان که اینجا تنهاییم به جای خودم به تو آسیب بزنم؟ نه، چون تو به هیچ کس جز خودت صدمه نمیزنی. دراز کشید روی کاناپه و گفت دلم میخواد بخوابم. چشاشو رو هم گذاشت و گفت هر وقت خواستی برو. منم خستم، خوابم میاد. تکیه دادم به مبل و چشامو بستم. خیلی آروم و ریلکس نشسته بودم که یهو با حس دستاش از جا پریدم. ولی اون خیلی سریع بلندم کرد و گفت اینجا کمر درد میگیره. بعد رفت سمت اتاق خواب. دستامو دور گردنش حلقه کردم که نیفتم. قاعدتا باید میترسیدم، ولی کنارش عجیب آروم بودم. وارد اتاق خواب شد و منو گذاشت روی تخت. صورتمون خیلی به هم نزدیک بود. یهو یاد حرفای یکتا افتادم. نمیخوای دستاتو باز کنی؟ تازه متوجه شدم که به خاطر دستام که دور گردنش حلقه کردم اینقدر به هم نزدیک شدیم. چند لحظه ای تو چشماش خیره موندم و بعد با آرومی حلقه دستامو شل کردم. با اینکه دیگه ولش کرده بودم، ولی هنوز تو همون حالت مونده بود و انگار اصلا قصد تکون خوردن نداشت. انگشتشو کشید روی گونم و گفت چرا اجازه دادی تو رو ببوسه؟ چون دوست پسرمه. ولی تو دوستش نداری. از کجا میدونی؟ عشقی اگه باشه تو چشما برق میزنه. چشمای تو برق نمیزنه. تو هنوز عاشق نشدی. نه عاشق اون، نه عاشق هیچ کس دیگه ای. تو چی؟ تا حالا عاشق شدی؟ آره، عاشق یکی که هیچ کس رو تو دلش راه نمیده. تغییر حالت داد و نشست لبه تخت. بهش گفتی؟ نه. چرا؟ چون از من متنفره. بلند شدم نشستم کنارش و گفتم شاید ازت متنفر نیست، شاید فقط میترسه. پوزخندی زد و گفت یعنی اینقدر آدم ترسناکیم؟ تو ترسناک نیستی، اون آدم ترسویه. اگه تا الان نتونسته با ترسش روبرو بشه، از این به بعد هم نمیتونه. داشت بلند میشد که یهو بازوشو گرفتم و مانع بلند شدنش شدم. با تعجب بهم خیره شد. منم خیره شدم تو چشاش. بعد از چند لحظه نگاهمو از چشماش گرفتم و لغزوندم رو لباش.
با تردید لبامو گذاشتم رو لب‌هاش و ناشیانه شروع کردم به بوسیدنش. اونقدر شوکه شده بود که حتی همراهیم هم نکرد. یهو خودمو عقب کشیدم و گفتم معذرت میخوام. عطر سرمو انداخته بودم پایین. با دستش چونمو گرفت و بالا برد. یه لحظه نگاهم افتاد بهش. با اشتیاق بهم نگاه میکرد. یهو صورتش رو آورد نزدیکتر و یه بوسه جدید و از سر گرفت. بی اختیار شروع کردم به همراهیش. یه بوسه عمیق و طولانی و شیرین. اولین تجربه لب گرفتن من بود. حس می‌کردم تمام بدنم گر گرفته. به محض اینکه بوسمون تموم شد منو کشید تو بغلش. اینقدر صف بغلم کرده بود که حس می‌کردم استخونام داره خرد میشه. بعد با ناباوری بهم خیره شد و گفت بگو که خواب نیستم، بگو که بیدارم. من حسابی ترسیده بودم. تو دلم با خودم گفتم من اینجا چه غلطی می‌کنم. آرمین دستشو کشید روی صورتم و تا گردنم پایین برد. ترسیدم و خودمو کشیدم عقب. معذرت میخوام، نمیخواستم بهت صدمه بزنم. میخوام برگردم خونه. با ناامیدی سرشو انداخت پایین و گفت حق داری. منم جای تو بودم نمیتونستم به همچی آدمی اعتماد کنم. ولی من بهت اعتماد دارم. اگه نداشتم باهات نمیومدم اینجا. پس چرا ازم میترسی؟ از تو نمیترسم. از اینکه به خاطر من صدمه ببینی میترسم. تو قبلا آدم شادی بودی. نمیگم زندگی درست و خوبی داشتی، نه، ولی هرچی که بود خوشحال بودی. ولی الان چی؟ از اون روز بارونی لعنتی دیگه خوشحال نیستی. چرا؟ چون میدونم لیاقت تو ندارم، ولی نمیتونم این دل بی‌صاحب قانع کنم که دوست نداشته باشه. با همه وجودم میخوامت، ولی من عوضی حتی لیاقت داشتن یه تار موت هم ندارم. راستشو بخوای من اصلا فکر نمی‌کنم ما آدمای مناسبی برای همدیگه باشیم. دنیای من و تو خیلی با هم فرق داره. نه من میتونم تو دنیای تو زندگی کنم، نه تو میتونی تو دنیای من دووم بیاری. من حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم، هر کاری. تو فقط بگو چی میخوای. هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. حتی اگه چیزی که میخوام اون چیزی نباشه که تو میخوای. با غمی که نشست تو صورتش گفت مهم نیست من چی میخوام. مهم اینه که تو چی میخوای. بعد عاشقانه بهم خیره شد و گفت تو چی میخوای قربونت برم. میخوام فقط همکار باشیم. با ترس به چشماش نگاه کردم. انگار غم عالم نشست رو دلش. تو که نه اونو دوست داری نه منو، پس چرا اونو به من ترجیح میدی؟ من دختر خاله اونم پسر خاله منه. نسبت من و اون با هم برابره، ولی وقتی پای تو وسط باشه اوضاع فرق میکنه. تو پسر حاج محمدی و من دختر سرایدار حاج محمد. نسبتمون با هم برابر نیست. لقمه تو اندازه دهن من نیست. چرا انقدر سخت میگیری؟ سخت نمیگیرم، سخت هست. فکر کن اصلا ازدواج کردیم. فک و فامیل ازت پرسیدن عروس خانم کیه؟ چه جوابی میخوای بهشون بدی؟ میگی دختر سرایدارمونه؟ به بقیه چه ربطی داره آخه؟ من که اصلا به این چیزا اهمیت نمیدم، ولی من اهمیت میدم. مثلا فکر کن جشن نامزدی گرفتیم. اون وقت بابای من کجاست؟ یه لنگ پا تا در رو برای مهمونا باز کنه. مادرم کجاست؟ تو آشپزخونه سر دیگه غذا. آرمین من نمیتونم. من برای خودم غرور و شخصیت دارم. نه خودم میتونم تن به همچین حقارتی بدم، نه اجازه میدم خانواده‌ام تو همچین شرایطی قرار بگیره. ببین الهام، همه اینا رو میشه حل کرد. اصلا یه خونه درست حسابی براشون میگیریم. یه حقوق ماهیانه‌ای هم براشون در نظر میگیریم که دیگه اصلا مجبور نباشن کار کنن. پدر من یه عمر کارگری کرده. دربونی و سرایداری و باغبونی خونه مردمو کرده. ولی هیچ وقت گدایی نکرده. هر کاری هم بکنی نه پدر و مادر تو یادشون میره من دختر سرایدارتونم، نه پدر و مادر من یادشون میره تو آقاشونی. بگذر از من آرمین. از دار دنیا فقط همین یه غرور برام مونده. اونم ازم نگیر. اگه واقعا دوستم داری بذار زندگیمو بکنم. به این فرصت بده الهام. یه جوری درستش میکنم که تو هم اذیت نشی. بهت قول میدم. همین چند دقیقه پیش نگفتی هرچی من بگم، هرچی من بخوام؟ میخوای بزنی زیر حرفت؟ اگه میخواستی اینجوری تمومش کنی پس چرا اصلا شروع کردی؟ چرا منو بوسیدی؟ معذرت میخوام. تو فقط چی؟ من فقط به صدای دلم گوش کردم. آرمین پوزخندی زد و گفت الانم به این نتیجه رسیدی که دلت گوه خورده و باید به حرف عقلت گوش کنی؟ بعد با کلافگی بلند شد، دستی به موهاش کشید و گفت باشه، هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. از این به بعد فقط همکاریم. بعد هم جلوی در اتاق خواب ایستاد و با دستش به بیرون اشاره کرد و گفت بفرمایید خانم خاکپور. با تعجب بهش خیره شدم و گفتم داری بیرونم میکنی؟ ولی اون اصلا نگام نمیکرد. از رو تخت رفتم پایین. وقتی رسیدم بهش یه لحظه جلوش ایستادم و نگاش کردم، ولی اون انگار دیگه تصمیمشو گرفته بود. نگاهمو ازش گرفتم و خواستم از اتاق برم بیرون که یهو صدام کرد. الهام. با قیافه گرفته‌ای گفتم خانم خاکپور. با التماس گفت میشه برای آخرین بار بغلت کنم؟ با قاطعیت گفتم نه. داشتم از اتاق میرفتم بیرون که یهو بازومو گرفت. آرمین گفت خودم میرسونمت. نمیخواد، خودم میرم. راننده شخصیم نیستی که هی منو برسونی.
از فردا شرکت هم خودم میرم میام. غم عجیبی نشست رو صورتش و گفت میدونستی خیلی بیرحمی؟ فقط خدا میدونست اون لحظه چه آشوبی تو دل خودم بود، ولی چاره دیگه ای نداشتم. این کار به نفع هر دومون بود. با سردی تو چشماش زل زدم و گفتم خداحافظ. یه دقیقه صبر کن. هر وقت بهم احتیاج داشتی کافیه بهم زنگ بزنی. مهم نیست مشکلت چی باشه، هر چی باشه من حلش میکنم. تموم شد؟ مراقب خودت باش. هستم. داشتم میرفتم سمت در که دوباره صدام کرد و گفت راستی یادم رفت بگم. میدونم خودت دهنت قرصه، به الهه بسپار راجع به اون زن چیزی به آیدا یا کسی دیگه ای نگه. باشه خداحافظ. داشتم در رو باز میکردم که گوشیم زنگ خورد. الهه بود، حتما نگرانمون شده بود. جانم الهه. آبجی کجایین؟ کی میای؟ من دارم میام خونه. آقای زارپور هم مثل این که هنوز بیرون کار داره. چطور مگه؟ من به مامان و بابا گفتم چون اومده بودیم بیمارستان پیش من معطل شدیم. مجبور شدیم برگردین شرکت. آخه نمیدونستم باید چی بهشون بگم. کار خوبی کردی خواهری. ببینم راجع به اون زنه که چیزی بهشون نگفتی. نه، خوبه، حواست باشه پیش آیدا هم چیزی نگی. باشه. راستی آبجی گفتی آیدا یادم افتاد. دارن میانا برای شام میرسن خونه. باشه ممنون خبر دادی. فعلا خداحافظ. آرمین با نگرانی گفت چی شده؟ الهه به بابا مینا گفته برگشتیم شرکت. در ضمن خانوادت هم دارن میاد. برای شام میرسن خونه. با کلافگی پوفی کشید و گفت آخه چرا امشب؟ اهمیت ندادم و گفتم خداحافظ. در رو باز کردم و بدون اینکه نگاهی به پشت سرم بندازم راهمو کشیدم و رفتم. سر کوچه منتظر تاکسی بودم که آرمین با ماشینش سر رسید و برام بوق زد. وقتی دید اهمیتی نمیدم شیشه رو داد پایین و گفت خانم خاکپور مسیرمون یکیه، اجازه بدین برسونمتون. مزاحم نمیشم، شما بفرمایید. بگم گه خوردم کوتاه میای؟ خورد و خوراکت به من ربطی نداره، نوش جونه. لج نکن، بیا بالا. بهش اهمیت ندادم و یکم ازش فاصله گرفتم، ولی اون همچنان پیگیرم بود. رومو کردم اون ور تا بلکه بیخیال بشه بره، ولی اینقدر سماجت کرد که یهو سر کله 2 نفر پیدا شد. تا به خودم بیام از ماشین کشیدنش بیرون و شروع کردم به کتک کاری. آرمین قبلا تنهایی از پس چند نفر بر اومده بود، ولی اونا بچه سوسول بودن. این 2 نفر با هیکل گولاخ و سیبیل‌های بلندشون اصلا قابل مقایسه با اونا نبودن. همون اول کاری یه بادمجون کاشتم پای چشمش. با عجله رفتم جلو و گفتم ولش کنی. با تعجب نگام کردن و گفتن مگه مزاحم نشده آبجی؟ نه خیر، شوهرمه. آرمین خیره شد تو چشام. 2 مرد آرمین رو ول کردن و گفتن وسط خیابون که جای دعوای زن و شوهری نیست. بریم بشینین تو خونه مشکلتون رو حل کنین. بله حق با شماست، بفرمایید. زود سوار ماشین شدم. آرمین هم پشت سرم سوار شد و گفت همینو می‌خواستی؟ دلت خنک شد؟ خواست راه بیفته که با کلافگی دستشو کوبید روی فرمون و گفت رانندگی بلدی؟ آره، بیا بشین پشت فرمون. اگه بزنم به یه جایی چی؟ بهم خیره شد و گفت دلمو که زدی شکستی و خورد و خاک شیرش کردی. غرورم هم که زیر پا له کردی. اینم از چشمم. نترس، ماشین هم روش. فدای تار مور. پیاده شدم و جامو با آرمین عوض کردم. درسته که گواهینامه داشتم، ولی خب چون ماشین نداشتیم آخرین باری که پشت فرمون نشسته بودم همون امتحان عملی گواهینامه بود. برای همین خیلی میترسیدم. وقتی فرمونو گرفتم دستم هنوز مردد بودم. آرمین با اطمینان خاطر گفت نگران نباش، از پسش برمیای. تو دلم بسم الله گفتم و استارت زدم. سعی کردم آرامشم و حفظ کنم تا به سلامت برسیم به خونه. 1-2 تا خیابون که رفتم ترسم ریخت، ولی بازم کاملا محتاطانه عمل میکردم و تمام حواسم به رانندگی بود. تقریبا نصف مسیر رو رفته بودیم. آرمین کاملا ساکت بود. اینقدر سکوت ازش بعید بود. یه لحظه نگاش کردم. آروم و معصوم‌وار غرق خواب بود. پوزخندی زدم و گفتم ببین چه بیخیاله، گرفته خوابیده. یهو چشاشو باز کرد و گفت چیزی گفتی؟ گفتم خیلی بیخیالی که الان خوابیدی. بیخیال نیستم، خستم. یعنی اصلا نمیترسی تصادف کنی؟ نه، من بهت اعتماد دارم. دوباره چشماشو بست و گفت وقتی رسیدیم بیدارم کن. یه جوری با خیال تق خوابیده بود که بهش حسودی میشد. وقتی رسیدیم جلوی خونه ماشین رو نگه داشتم. آروم آروم صداش کردم. آقای زارپور، آقای زارپور، رسیدیم. ولی بدجوری غرق خواب بود. آروم بازوش رو تکون دادم و گفتم آرمین، آرمین. یهو وحشت زده از خواب پرید. زود دستمو کشیدم عقب و گفتم آروم باش، هیچی نشده. حسابی آشفته و نگران بود. خوبی آرمین؟ با نگرانی از ماشین پیاده شد و نگاهی به کوچه انداخت. منم پیاده شدم و گفتم چی شده؟ هیچی. به خاطر اون زن نگرانی؟ با ترس و تهدید بهم خیره شد و گفت نمیخوام در مورد اون زن حرف بزنم. باشه، من میتونم برات کاری بکنم. فقط به کسی چیزی نگو. من دهنم قرصه. نگران الهه هم نباش. بازم بهش تاکید میکنم. ممنونم. تو دیگه برو تو. من ماشینو میارم. داشتم درو باز میکردم که یهو آرمین صدام کرد. الهام.
بله، یادم رفت بابت امروز ازت تشکر کنم. خیلی ازت ممنونم. بابت؟ زود با خنده گفتم آها فهمیدم، به خاطر بادمجون پای چشمت. آرمین هم خندید و سوار ماشین شد. به محض اینکه وارد خونه شدم الهه اومد جلو و سوال پیچم کرد. هیس آرومتر، مامان میشنوه. مامان اینجا نیست، اون وره داره شام میپزه. بابا کجاست؟ اونم رفته خرید. زود باش دیگه، بگو اون زن کی بود؟ چرا داداش آرمین اینقدر عصبانی شد؟ کجا رفتین؟ هیچی، فقط یه دوری زدیم. در مورد اون زن هم هیچی نمیدونم. آرمین دوست نداره در موردش حرف بزنه. فقط حواست باشه که اصلا پیش آیدا یا بقیه سوتی ندی. مثل اینکه این قضیه خیلی براش مهمه. چشم، من هیچی نمیگم، ولی خیلی کنجکاو شدم بدونم اون زن کیه. هر کی، به ما ربطی نداره. راستی مامان گفت وقتی اومدی بری کمکش. وای نه، به خدا گفتم من برم ولی نذاشت. اینا هم وقتی را بردن واسه برگشتن. خب مجبور بودم برگردن دیگه. نه مگه چیزی شده؟ آره بابا، آیدا گفت دختر داییش از خارج برمیگرده، دارن میان پیشواز اون. مستقیم رفتم فرودگاه دنبال اون. ریحانه خانم زنگ زد به مامان سفارش کرده واسه شام سنگ تموم بذاره. مثل اینکه دختره بدجوری برشون عزیزه. حالا میری کمک مامان؟ مگه چاره دیگه‌ای هم دارم؟ لباسامو عوض کردم و رفتم پیش مامان. طفلک بدجوری به تقلا افتاده بود. بی معطلی شروع کردم به کمک کردن. با اینکه دستش بند بود و تون داشت کار میکرد، ولی بازم حواسش به همه چی بود و پرسید داروهای الهه رو چجوری گرفتی؟ مگه تو پول داشتی؟ نه نداشتم، آرمین خان لطف کرد داد. البته نمیخواستم قبول کنم ولی گفت از حقوقم کم میکنه. منم دیگه قبول کردم. خدا خیرش بده، پسر خیلی خوبیه. آره همینطوره. درست کردن سالاد که تموم شد مادرم چیدن میزو بهم سپرد. منم ظرفا رو برداشتم و رفتم تو سالن تا میزو بچینم. مشغول بودم که صدای آرمین رو شنیدم. انگار داشت میومد پایین. از حرفاش فهمیدم داره با مادرش حرف میزنه. همونطوری که حرف میزد اومد و کنار میز ایستاد و داشت تماشا میکرد. تلفنش که تموم شد گفت خسته نباشید. خیلی ممنون آقای زارپور. وقتی دید با فامیلی خطابش کردم عصبانی شد ولی هیچی نگفت و به میز خیره شد. بعد اخماش رفت تو هم و گفت چرا فقط 5 تا بشقاب گذاشتی؟ مگه 5 نفر نیستین؟ آرمین بدون اینکه جوابی بهم بده رفت تو آشپزخونه و چند دقیقه بعد 4 تا بشقاب دیگه آورد و گفت لطفاً اینا رو هم بچین. بشقابا رو گرفتم و گفتم ببخشید، من فکر کردم مهمونتون فقط یه نفره. آرمین دیگه چیزی نگفت و رفت لیوان‌ها رو از آشپزخونه آورد. شما زحمت نکشین، من خودم میارم. من که بلد نیستم مثل شما با سلیقه بچینم. لااقل بذارین بیارمشون. بعد بلافاصله برگشت تو آشپزخونه تا باقی وسایل رو بیاره. چون خودم هم خیلی خسته بودم مخالفتی نکردم تا کارم زودتر تموم بشه. چیدن میز که تموم شد رفتم تو آشپزخونه و گفتم مامان اگه دیگه با من کار نداری من برم، خیلی خستم. نه قربونت برم، برو یکم استراحت کن. ولی وقتی ریحانه خانم اینا اومدن با الهه پاشین بیاین اینجا. چرا؟ ریحانه خانم ما رم دعوت کرده. پوزخندی زدم و گفتم عجب دعوتی. به هر حال من که نمیام. حواسم به آرمین بود. حسابی اخماش رفت تو هم. مامانم هم به خاطر بی‌احترامیم چشخوره‌ای بهم رفت، ولی از ترس اینکه حرف بدتری جلوی آرمین نزنم پاپیچم نشد. داشتم تو حیاط میرفتم که یهو یاد گلخونه افتادم. حوصله سوال جواب‌های الهه رو نداشتم. برای همین راهمو کج کردم و رفتم سمت گلخونه. خیلی خسته بودم. همونجا رو کاناپه دراز کشیدم. طولی نکشید که چشام سنگین شد. هنوز خوابم سنگین نشده بود که صدای باز شدن در رو شنیدم. ولی چشامو باز نکردم و خودمو زدم به خواب. صدای قدم‌هاشو میشیدم که داشت بهم نزدیک میشد. پتوی کوچیکی که همیشه اونجا بود رو کشید روم و آروم گفت تو تنها دلخوشیمی، کاش مال من بودی الهام. اینقدر حرفشو با بغض گفت که دلم ریش شد. دلم برش میسوخت ولی نباید احساساتی عمل میکردم. از همین مهمونی امشب معلوم بود چه سرنوشتی در انتظار این عشقه. اصلا تکون نخوردم و چشامو باز نکردم. چند لحظه بعد آرمین رفت و من چشامو باز کردم و به جای خالیش خیره شدم. دروغ چرا، منم بهش دل بسته بودم. ولی این یه عشق ممنوعه بود. چون نمیتونستم اجازه بدم به خاطر من خانواده‌ام احساس حقارت کنن. یکم منتظر موندم تا دوباره تو حیاط با آرمین روبرو نشم. بعد هم بلند شدم برم ساختمون خودمون. چیزی نمونده بود برسم به ساختمون که یهو در با ریموت باز شد و ماشین حاج محمد جلوم سبز شد. ریحانه خانم رو صندلی جلو نشسته بود. همین که چشمش بهم افتاد لبخندی زد و با حرکت سرش بهم سلام داد. رفتم کنار ایستادم تا ماشین رد بشه. ولی حاج محمد ماشین رو کنارم نگه داشت و شیشه رو داد پایین و گفت سلام دخترم. سلام، رسیدم به خیر، خوش اومدین. ریحانه خانم و آیدا هم با هم سلام علیک کردن. منم زیرکی داشتم مهمون ناخونده‌شون رو نگاه می‌کردم. آیدا زود سراغ الهه رو گرفت. همین که گفتم تو خونه است از ماشین پرید بیرون و گفت من رفتم پیش الهه. ریحانه خانم گفت ما دیگه میریم.
الهام جان تو هم دخترا رو بردار بیا اون ور دور هم باشیم. میخوام با برادرزادم آشنات کنم. وقتی اینجوری گفت لال شدم و نتونستم مخالفتی بکنم. فقط لبخندی زدم و گفتم چشم. اونایی که رفتن منم رفتم تو خونه. الهه و آیدا گرم صحبت بودن. ولی همین که من وارد خونه شدم سکوت کردن. مثل اینکه بدجوری مزاحم صحبتشون شده بودن. چی شد؟ صداتون قطع شد. بعد موقع اومدم. آیدا زودی گفت داشتم برای الهه از شمال تعریف میکردم. نشستم روبروش و گفتم چه جالب، خب برای منم تعریف کن. نگاهی به همدیگه انداختن و آیدا با دستپاچگی گفت آره میگفتم که لب ساحل خیلی قشنگ بود. غروب هم تماشا کردم. راستی جنگل هم رفتیم. قشنگ معلوم بود داره همینجوری از خودش تعریف میکنه. خیلی کنجکاو بودم بدونم نرسیده داشتن در مورد چی حرف میزدن. من گوشام درازه. آیدا گفت این چه حرفی الهام جون؟ پس چرا منو خرفرز کردین؟ اگه نمیخوایم بگین چی میگفتین جرأت داشته باشین بگین نمیخوایم بهت بگیم. چرا دروغ تحویلم میدین؟ آیدا بدجوری ازم ترسیده بود. بلند شدم و گفتم مادرت گفت بریم اونجا. ادامه حرفای خصوصیتون رو نگه دارین اونور. بی هیچ مخالفتی دنبالم راه افتادن. همین که وارد ساختمون شدیم چشمم افتاد به آرمین که داشت با دختردایش روبوسی میکرد. دختره باهاش خیلی صمیمی برخورد میکرد. لابد اونم یکی از دوست دختراش بوده. نگاهم روشون قفل شده بود تا اینکه آرمین متوجه حضورم شد و با نگرانی منتظر واکنشم ایستاد. ولی من زود نگاهمو ازش گرفتم و خواستم برم به مادرم کمک کنم که ریحان خانم صدامون کرد و گفت بیاین اینجا دخترا. به ناچار رفتم سمتشون. ریحان خانم اول منو نشون داد و گفت این دختر خوشگل الهام خانومه، دختر بزرگ مریم خانم. این دختر شیرین هم الهه است، دختر کوچیکشون. بعد هم نگاه کرد به اون دختر گفت اینم برادرزاده من، نگار قشنگمه. نگار دستشو به سمتم دراز کرد و گفت از آشناییتون خیلی خوشحالم. باهاش دست دادم و گفتم منم همینطور. حالا که درست روبرون بود بهتر میتونستم ببینمش. چشماش سبز بود و صورت خیلی قشنگی داشت. درست دماغش عملی بود ولی قیافه من در مقایسه با اون خیلی زشت بود. آیدا دست الهه رو کشید و گفت ما میریم تو اتاق من که احساس اضافه بودن کردم خطاب به ریحان خانم گفتم با اجازهتون میرم به مامان کمک کنم. برو عزیزم. بعد بلافاصله گرم صحبت با نگار شد. داشتم میرفتم سمت آشپزخونه که سنگینی نگاه آرمین رو روی خودم حس کردم. میخواست دنبالم بیاد که یهو نگار گفت آرمین بریم گلخونه، خیلی دلم برش تنگ شده. ریحان خانم با خنده گفت دلت واسه گلخونه تنگ شده یا صاحبش؟ دختره با اشته گفت عمه جون. یه بغض گلوگیری داشت به گلوم چم مینداخت. باورم نمیشد بعد از این همه سال آخرش به یه پسر عوضی دلبسته بودم که دلش مثل گاراژ بیدر و پیکر بود. قدم‌هامو تندتر کردم و خودمو انداختم تو آشپزخونه. مادرم با دیدن من جا خورد و گفت چی شد پس؟ تو که نمیخواستی بیای. ریحان خانم تو حیاط منو دید. دیگه تو رو درباسی گیر کردم. فقط گیر این بودی که آبروی منو جلوی آرمین خان ببری. چرا جلوی اونجوری حرف زدی؟ من که چیزی نگفتم. زشت الهام، تو رو خدا جلوی زبونتو بگیر. مخصوصا حالا که مهمون دارن. غلط نکنم ریحان خانم این دختره رو واسه آرمین خان زیر سر داره. خیلی تحویلش میگیره. مامانم تو این جور مسائل خیلی تیز بود. دیگه تقریبا مطمئن شدم که بینشون یه قرارمداری هست. بدجوری دلم شکست. با اینکه خودم بهش نگفته بودم ولی بازم با این حال نمیدونم چرا اینقدر به اون دختر حسودی میشد. بابا میوه ها رو آورد چون کار دیگه ای نمونده بود. رفتم پای سینک و مشغول شستن میوه ها شدم. گهگداری اشک پشت چشام جمع میشد ولی به زور خودمو نگه داشته بودم تا گریه نکنم. فقط خدا میکردم هرچی زودتر این دوره همی تموم بشه و برگردم تو اتاق خودم. حاج محمد و پدرم تو پذیرایی گرم صحبت بودن. تو این مدت کم خیلی خوب با هم خوب گرفته بودن. مامانم که با ریحان خانم حسابی جور بود. از الهه و آیدا هم که دیگه نگم. انگار فقط من تو این خونه اضافی بودم. ظرف میوه رو که آماده کردم ریحان خانم گفت ببرم بذارم جلوی بابام اینا. وقتی رفتم تو پذیرایی میخواستم ظرف میوه رو بذارم و برگردم ولی حاج محمد ازم خواست بشینم. بعد هم با خنده خطاب به پدرم گفت آقا ایرج من فکر می‌کردم آرمین همش بهونه میاره کار داره ولی با وجود دختر شما فهمیدم انگار همه مهندسا گرفتارن. سرمو انداختم پایین و هیچی نگفتم. این دفعه منو خطاب قرار داد و گفت خب دخترم چه خبر از کار؟ تو شرکت راه افتادی؟ بله به لطف شما. مشکلی چیزی نداری که؟ نه خیلی ممنونم از توجهتون. برگشت سمت پدرم و گفت ولی خودمونیم ما. خدا به ماهایی که فقط دختر داده بعد جوری پارتی بازی کرده ها. دختر یه دونه از زندگی آدمو زیر رو میکنه. خوش به حال ما که به جای یه دختر 2 تا دختر داریم. پدرم پرسید مگه شما فقط یه دختر ندارین؟ نه 2 تا دختر دارم. بزرگه رو خرج کردم رفته سر خونه زندگیش. تبریز زندگی میکنن. تابستون حتما میاد. حرفای حاج محمد مدام تو سرم تکرار میشد.
خدا به ماهایی که فقط دختر داده بدجوری پارتی بازی کرده. ذهنم حسابی درگیر شد. وقتی حاج محمد آرمینو داشت چرا اینو گفت؟ بدجوری ذهنمو درگیر کرده بود ولی روم نمیشد چیزی بپرسم. با خودم گفتم حتما اشتباه کرده. بالاخره از سفر برگشته بود و حتما خسته راه بود. ریحانه خانم زنگ زد با آرمین و گفت شام حاضر پسرم، همه منتظر شماییم. آیدا و الهه هم اومده بودن پایین ولی پچ پچ کردنشون تموم نشده بود. همین که آرمین و نگار اومدن مادرم ازم خواست کمکش کنم تا شامو بکشیم. منم بی هیچ مخالفتی دنبالش رفتم آشپزخونه. وقتی غذاها آماده شد و اولین دیسو بردم سر میز، آرمین زود بلند شد تا بیاد کمکم کنه. ولی ریحانه خانم مانع شد و گفت تو بشین پیش نگار، آیدا و الهه کمک میکنن. آرمین با درموندگی نگام کرد. از نگاهش معلوم بود به حرفم رسیده. با کمک دخترها میز و چیدیم و همه سر میز جمع شدیم. نگار چسبیده بود به آرمین. سر میز هم نشست کنارش. از وقت بدم تنها صندلی خالی درست روبروی آرمین بود و مجبور بودم تمام مدت عاشقانه هاشونو تماشا کنم. همه حواس نگار پیش آرمین بود و همه حواس آرمین پیش من. وقتی سنگینی نگار رو روی خودم حس کردم، سعی کردم دیگه اصلا بهشون نگاه نکنم. بعد شام هم فقط تو آشپزخونه موندم و بیرون نرفتم تا باهاشون چش تو چش نشم. شستن ظرفا که تموم شد، خستگی و بهونه کردم و برگشتم ساختمون خودمون. ولی بقیه هنوز اونجا بودن. اول رفتم یه دوش بگیرم تا با خیال راحت بگیرم بخوابم. زود دوش گرفتم و در حمومو باز کردم و الهه رو صدا زدم. وقتی دیدم کسی جواب نداد، مطمئن شدم هنوز برنگشتن. برای همین هول پیچ از حموم اومدم بیرون. همینجوری رفتم تو آشپزخونه و یه چای برای خودم ریختم و رفتم تو اتاقم. داشتم از تو کمد لباس برمی‌داشتم که در خونه باز شد. زیر لب گفتم چه عجب تشریف آوردین. یهو در اتاقم بی هوا باز شد. فکر کردم الهه است. سوتیانم دستم بود. همزمان که برمیگشتم پرتش کردم سمت در و گفتم چه خبرت وحشی؟ ولی با صحنه‌ای که دیدم سر جام خشکم زد. آرمین جلوی در ایستاده بود و سوتیانم افتاده بود روی سرش و بندش از جلوی صورتش آویزون بود. سوتیانو برداشت و گفت چرا جواب گوشی تو نمیدی؟ مردم از نگرانی. همون بودم. اصلا چرا بهم زنگ میزدی؟ من که همین الان اومدم. زنگ زدم مطمئن بشم حالت خوبه. دیدم جواب نمیدی نگران شدم. بعد بلافاصله سوتیانو تو دستش چرخوند و گفت ولی اشکال نداره. همچین بدم نشد. به زور آرمینو از خونه بیرون کردم و زود برگشتم تو اتاقم تا لباس بپوشم. انقدر ترسیده بودم که یه ساعتی طول کشید تا به خودم بیام و آروم بگیرم. بالاخره مامانینا هم اومدن. الهه همین که وارد اتاق شد قرقر کنان گفت چرا زود برگشتی؟ واسه چی میدونو واسه اون دختر خالی میکنی؟ جان مگه جنگه؟ بله جنگه. بایدم واسه پسری مثل آرمین جنگی. پوزخندی زدم و گفتم بخشیدمش به نگار خانم. الهه اومد نشست کنارم و گفت اومد اینجا مگه نه؟ خودمو زدم به اون راه و گفتم کیو میگی؟ آرمین دیگه. بعد از اینکه تو رفتی به بهونه اینکه دوستش اومده دم در کارش داره اومد این طرف. بهونه بود دیگه. آره اومد پیش تو. نه. الهه با ناامیدی گفت فکر کردم اومده پیش تو. دیوونه هست ولی نه دیگه تا این حد. ولی خیلی دوست داره ها. تو بهتره سرت تو درس و مشقت باشه بچه. الانم پاشو برو رو تخت خودت میخوام بخوابم. آلارم گوشیمو تنظیم کردم تا صبح خواب نمونم. بعد با خیال راحت گرفتم خوابیدم. صبح به محض شنیدن صدای آلارم بیدار شدم. میخواستم زودتر از همیشه حاضر بشم و قبل از اینکه آرمین سر کلش پیدا بشه خودم راهی شرکت بشم. زود آماده شدم و سر پای لقمه خوردم و راهی شدم. داشتم پیاده میرفتم سمت ایستگاه اتوبوس. فکرم حسابی درگیر بود و جز جلوی پام به هیچ جای دیگه نگاه نمی‌کردم. همینجوری داشتم پیش میرفتم که یهو یکی راهمو سد کرد. بدون اینکه سرمو بلند کنم و نگاش کنم خواستم از کنارش رد بشم که دوباره راهمو بست. با کلافگی سرمو بلند کردم تا بهش اعتراض کنم ولی با دیدن آرمین خشکم زد. تازه یادم افتاد دویدن صبحگاهی روتین همیشگی اونه. صبح بخیر. کجا به سلامتی؟ میرم شرکت. بدون من؟ قرارمون همین بود دیگه. تو خودت بریدی و دوختی. مگه برام حق انتخاب گذاشتی؟ اینجوری بهتره. برای کی؟ تو یا من؟ هر دومون. فکر میکردم دیشب دیگه عقلت اومده سر جاش. تو آقای خونه ای و باید بشینی پیش مهمون عزیزت. منم دختر نوکر خونه‌ام و باید جلوتون خم و راست بشم. ما سر یه میز شام خوردیم الهام. چرا اینو نمیبینی؟ من دیگه از این بحثای تکراری خسته شدم. دست از سرم بردار. با مظلومیت گفت چرا انقدر اذیتم میکنی الهام؟ باور نمیکنی عاشقتم؟ باور میکنم. ولی باور نمیکنم گزینه مناسبی برای هم باشیم. میدونی فرق من و تو چیه؟ تو توی ناز و نعمت بزرگ شدی. بچه‌هایی که توی ناز و نعمت بزرگ شدن از بچگی یاد گرفتن با احساسات تصمیم بگیرن. تو وقتی یه پسر بچه 10 ساله بودی، پدر و مادرت دستتو میگرفتن و میبردنت بازار برات کفش بخرن. تنها ملاک تو واسه انتخاب احساست بود. اینکه کدومو بیشتر دوست داری.
ولی من وقتی 10 سالم بود، تازه بعد از اینکه چند ماه با کفش پاره میرفتم مدرسه، همراه مامان و بابا میرفتم بازار. بابا میپرسید کدومو دوست داری و من با اینکه چشم و دلم مونده بود پیش اون کفش صورتی خوشگل که یه پاپیون بزرگ روش داشت، به جاش کتونی توسی رنگ زشت انتخاب میکردم تا هم ارزونتر باشه، هم با دوامتر و حداقل تا 2-3 سال بپوشمش. تو یاد گرفتی با دلت انتخاب کنی، ولی من یاد گرفتم با عقلم انتخاب کنم. آرمین با بغض عجیبی گفت کاش 10 سالگی منم شبیه 10 سالگی تو بود. بعد خودش رو جمع جور کرد و گفت میخوام یه سوال ازت بپرسم. خواهش میکنم با دقت گوش کن و جواب بده. راهی هست که نظرت عوض بشه؟ نمیگم همین امروز، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، اصلا بگو 10 سال دیگه. فقط بگو ممکن است که یه روزی نظرت عوض بشه. یه جوری با التماس بهم خیره شده بود که دلم نمیومد ناامیدش کنم، ولی چاره دیگه ای نداشتم. حتی اگه واقعا راهی هم بود، باید خودم اون راهو به روش میبستم. قیافه بیرحمانه‌ای به خودم گرفتم و گفتم متاسفم. اون لحظه یه جوری دلم شکست که صدای شکستنش رو شنیدم. بغضش رو قورت داد و گفت دیگه هیچ وقت مزاحمت نمیشم. بعد هم بلافاصله راه افتاد سمت خونه. بی اختیار برگشتم پشت سرم و چند لحظه رفتنش رو تماشا کردم. سر صبحی بدجوری حالم گرفته شد، ولی بالاخره باید این قضیه یه جایی تموم میشد. تا الان هم زیاده روی کرده بودم، نباید اجازه میدادم تا این حد بهم نزدیک بشه. وقتی رسیدم شرکت به خودم تشر زدم و گفتم الهام بس دیگه، فقط تمرکز کن روی کارت. 1 ساعت بعد آرمین هم اومد و بدون کوچکترین حرف و حدیثی مشغول کار شدیم. انگار نه انگار که یه چیزایی بینمون گذشته بود. گهگداری نگاهمون به هم گره میخورد، ولی زود خودمون رو جمع جور میکردم. نزدیک ظهر بود که آرمین ازم پرسید برای نهار چه سفارش بدم، ولی قبل از اینکه من جواب بدم بی هوا در اتاق باز شد.